امارت اسلامی پس از در کنترل گرفتن تمام حریم زمینی افغانستان اکنون تلاش دارد تا حریم هوایی کشور را نیز در کنترل بگیرد. این تلاش ها پس از آن آشکار شد که مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع ملی روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که در آینده نزدیک حریم هوایی افغانستان از سوی امارت اسلامی کنترل خواهد شد. او میگوید همان گونه که تمامیت ارضی کشور به طور کامل تحت کنترل قرار دارد، در آینده نزدیک حاکمیت حریم هوایی کشور نیز کنترل خواهد شد. برای بحث بیشتر در این مورد آقای محمد متین محمد خیل کارشناس امور نظامی را از طریق تلفن به خود داریم. محمد خیل صاحب سلام به شما، خوش آمدین. جور باشین، صحتمند باشین. بخیر. تشکر از اینکه در برنامه اشتراک کردین. محمد خیل صاحب، از اینجا شروع میکنیم. کنترل حریم هوایی یک کشور چقدر مهم است؟ سلام بر شما، با شنونده های عزیز شما و همکارای تکنیکی شما. امیر هستم که تمامیت ارضی یا جغرافی یک مملکت مهم است، فضای مملکت هم مهم می باشه، به خاطر از اینکه شما میفهمید که در طول سالهای گذشته از نارام بودن حریم هوایی استفاده شده. شما اگر 20 سال اشغال ببینید، مختلف بخش‌های هوایی نقض شده بوده و از بسیار استفاده های اشغالی کردن این مملکت ها. ضمن از این اگر شما متوجه بوده باشین وقتی که در وقت جمهوریت شما می‌دیدین که یک تعداد طیاره‌های هوایی مخالفین و دهشتگران و داعش‌ها را از سمت جنوب به شمال انتقال میداد. یعنی این به این معنی است که اگر حریم فضایی توسط رادار کنترل شود، هر طیاره که در حریم فضایی افغانستان مشاهده میشه در مورد از راپورت تهیه میشه و به سنترال مرکزی راپورت داده میشه و طیاره تشخیص میشه و از این جهت که دشمن نمیتونه به بسیار آسانی از حریم فضایی افغانستان عبور و مرور بکنه. محمد خیل صاحب، وزیر دفاع ملی کشور روز پنجشنبه هفته گذشته هم گفت که در آینده نزدیک حریم هوایی کشور در کنترل امارت اسلامی در خواهد آمد. به نظر شما نظر به تلاشی که امارت اسلامی دارد تا چقدر وقت دیگر همین کار ممکن خواهد بود؟ خب دیده میشه که امیر رقمی که امارت اسلامی برای سرحدات افغانستان و جغرافی افغانستان یا تعهد داره، در فضای افغانستان نیز باید عین تعهد داشته باشه که دارن و میخوایم که با زودترین فرصت حریم فضایی را هم در اختیار خود بگیرن تا که از یک استقلالیت واحد به جهان ابلاغ بتن و بگوین به کشورهای منطقه و فرامنطقه که افغانستان دارای یک تمامیت ارضی مستقل، یک کشور مستقل، یک جغرافی مستقل و یک حریم فضایی مستقل دارد. بنابراین به خاطر از این تلاش بسیار ضروری است و در بسیار ما مطمئن به هستم که وزیر دفاع جوان از تقابل از قطب‌ها استفاده میکنه و این حق مسلم هر کشور است که فضا باید در اختیارش یا باشد یا باید کنترل فضایی را داشته باشه، ضمن قوای هوایی بسیار مجهز داشته باشه. امیر رقم که سرحدات افغانستان فرض از دفاع از از حریم فضایی هم فرض است، ولی من مطمئن هستم که وزیر دفاع جوان از تقابل چین، روسیه و آمریکا استفاده میکنه، به خاطر که شما میفهمید که چین یک سر اقتصاد یک سرمایه گذاری بسیار قوی کرده، خصوصا در مثل عینک یک پروژه بسیار کلان است. به خاطر تامین امنیت فضایی ازی ضرور است که چین یا روسیه باید که ما امریکا را متقاعد بسازیم که ما حق ماست که باید برای فضای خود حاکمیت داشته باشیم. شما چند پیش دیدین که در کمپاین انتخاباتی ترامپ در اونجا دهشتگرها داخل شده بود با دریشی‌های بلک واتر بالای از او انداخت کردن و جراحت داشتن. این به این معنی است که در صورتی که فضا باز باشه هر کشور میتونه از اینجا استفاده کنه. ما باید همین نقطه را به جهان بگوییم و جهان متقاعد بسازیم که انسداد فضا بسیار ضرور است و عملی که در مسکو و در بعضی کلیساها و در هتل‌ها در شام میرن این معلوم نیست که احتمالاً فضای ما باز است، از فضای ما استفاده بکنه و دشمنی که در پولوی ما است هم از فضای ما میخواد که استفاده بکنه. بنابراین برای جهان
مهربانی. آیا اداره پیشین به حریم هوایی کشور کنترل داشت؟ اگر از معلومات خود بگین. باورها به این است که در زمان اداره پیشین هم کنترل حریم هوایی کشور در دست آمریکایی ها بود و پس از اخراج شدنشان سیستم حریم هوایی را به گونه کامل از بین بردن. نظر شما چیست؟ خب ببینید، در وقتی که حریم فضایی در اختیار اشغال بوده و با نوع استفاده خود میکردن، یعنی ضروریات خود از فضا میگرفتن، با کجا انتقال شوند، با کجا نشوند، کدام تغییر اجازه بدن، کدام ندن. این مطلبی بود که پالیسی و استراتژی اشغالی رو در اینجا تطبیق میکرد و در اون وقت هم شما شاهد هستین که از فضا استفاده های مختلف میکرد. مخالفین از نیابتی را میخواستن از یک جای به دیگر جای انتقال میدن، از دیگر جای مطلب هایی که خود او برآورده میزد. و وقتی که از افغانستان برآمد، شما دیدین که تمام سیستم های رادار و کشفی و یا را از بین بردن، به خاطر از اینکه فضا در اختیار از یا باید قرار بگیره تا بتونه که از فضا بعض مسائل استخباراتی را که از طریق یک طریقه عقد اطلاعات استخباراتی فضا هست، فضا را در اختیار خود بگیرن. ضمن امریکا عمق استراتژیشی بوده که آسیا را باید در آسیا روسیه را نگذاره که از انزوا بره، به خاطر که مسئله اوکراین، و ضمن چین نگذارن که او ابرقدرت اقتصادی اول جهان شود. بنابراین به خاطر نارام ساختن این دو بخشی که در اون استراتژی از شامل است، باید آسیا را نارام بسازه. آسیا را که نارام بسازه، یا افغانستان یا پاکستان و یا ایران را باید نارام بسازه. بنابراین در جغرافیا در زمین نمیتونن که فعالیت‌های خود داشته باشه، بنابراین فضا را در اختیار خود دارن و از او یک سر استفاده های استخباراتی میکنند. با ما ضرور است که این فضا را مسئول بسازیم و تا یک نوع اشغال از یارم ختم بسازیم. محمد خیل صاحب، برای کنترل حریم هوایی یک کشور چی چیز نیاز است که اکنون در دسترس امارت اسلامی قرار نداره؟ ببینید، باید ما یک سیستم کشفیاتی رادار داشته باشیم. بسیار ما یک وقت یک رادار داشتیم در کوی تلویزیون، در کوی افشار در این منطقه جای و جای بود که حتی اندکترین تیارایی که از سرحد به یک نوع اشتباه چیز میشد به مرکز یا سنترال اطلاع میدادن. این دستگاه باید خریداری شود، با جای و جای شود برای انسانهای مسلکی و متخصص که در افغانستان ما الحمدلله داریم. اگر در کشورهای خارج باشه باید برای دعوت داده شود. ضمن باید ما سلاح‌های دافع هوا داشته باشیم. البته که سلاح‌های مدرن شما می‌فهمید که آمریکا زیادتر بازار فروش سلاح در جهان نشست. 500 سلاح یا در بازار برای فروش آماده می‌سازه و از این خاطر می‌خوایم که در بعضی مملکت‌ها جنگ باشه تا سلاح یا فروخته شود. لازم است که کشورهایی که در آسیا با ما همکاری نزدیک داره و بتونن که این سلاح را برای ما آماده بسازن، به خاطر از اینکه نفع از او در حریم در انسداد حریم فضایی ما است. به خاطر از اینکه یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دارن و باید مسئول کار بکنن. همکاری کشورها و روابط با کشورها یا روابط امارت اسلامی با کشورها چقدر میتونه که کمک کنه تا حریم هوایی کشور افغانستان هر چه زودتر در کنترل امارت اسلامی قرار گیره؟ خب این رابطه که امارت اسلامی با 50 کشور از لحاظ سیاسی رابطه داره، این مستقیما سر اقتصاد تاثیر داره و کشورهایی که در اینجا سرمایه‌گذاری دارن یا پروژه ها را در اختیار دارن یا میخواین در پروژه های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنن، با این خاطر باید پیشنهاد امارت اسلامی برای آسیا باشه که تمام سرحدات ما مسئول است الا انسداد فضا. به خاطر تامین امنیت فضایی ما باید در اختیار ما، اگر سلاح‌ها در اختیار ما با فروش داده میشه، یک مسلم است. در اینجا باید هیچ کشور نگران نباشه که چرا حریم فضایی افغانستان مسئول شد. این حق مسلم هر کشور است که فضایشان در اختیارشان باشه و ما میتونیم که بعضی وقتا از تقابل کشورها منافع ورداریم و فضای خود مسئول بسازیم. محمد خیل صاحب، در اخیر اگر که از شما بپرسم کنترل حریم هوایی چی تاثیرات اقتصادی و سیاسی میتونه داشته باشه و اگر حریم هوایی در کنترل دولت همان کشور نباشه، به شمول چالش هایی که گفته چی چالش های دیگر میتونه به همراه داشته باشه؟ خب ببینید برادر، وقتی که فضا در اختیار یک کشور نباشه،
شما می‌بینید که تمام سرمایه‌گذاری کشورها در مملکت‌های میشه که در اونجا امنیت باشه. حالا شما می‌بینید تقریبا 30 تا چیز معاهده را چین با پاکستان لغو کرد یا در تعلیق قرار داده به خاطر که گفت اونجا امنیت نیست. یعنی در سرمایه‌دار در کشوری سرمایه‌گذاری میکنه که در اونجا امنیت تامین باشه. ما امنیت تامین کردیم در سرحدات و در منطقه، ولی باید 100% فضای خود را به بسیار زودترین فرصت ما تامین امنیت بکنیم تا کشورها و سرمایه‌گذارهای کشورهای دیگری که از هر کشور باشه نظر به سیاست متوازنی که ما اعلان کردیم یا امارات اسلامی اعلان کرده، تمام کشورها میتونه که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. ولی برای سرمایه‌گذاری از یا باید ما فضا را مسئول بسازیم تا بعضی رقابت‌های منفی که در کشورها هستش ما میفهمیم نشه که بعضی مشکلات را برای کشورهایی که در اینجا سرمایه‌گذاری می‌کنن از طریق فضا ایجاد بکنن. الان لازم است که ما اولا با کشورهای دوست، دوما با کشورهای دوستتر پیشنهاد بکنیم که باید در قسمت از اینکه طلاها یا رادار برای ما میفروشن هم ما برای آماده هستیم و اگر همکاری میکنه هم آماده هستیم، اگر به اقساط پول میگیره هم آماده هستیم. بنابراین برواجه که باشه با خاطر تامین امنیت اقتصادی ما باید فضا را در اختیار خود داشته باشیم. بله، تشکر محمد خیل صاحب از اینکه در برنامه با ما اشتراک کردین. ممنون. سلامت باشین، عمرتون دراز. خیر باشین. آقای محمد متین محمد خیل کارشناس امور نظامی بود که با اونا در مورد در کنترل گرفتن تمام حریم هوایی کشور صحبت کردیم که وزیر دفاع ملی کشور هم هفته گذشته گفت که امارات اسلامی در آینده نزدیک حریم هوایی افغانستان را در کنترل خواهد گرفت.